مقصد شریعت چی؟ مقصد شریعت این گوسفند از نام فلانی پسری فلانی نامتون میگیرید و بسم الله الله اکبر گفته خونه میبرید. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. بعضی آدما دشمنای اسلام نوشتین که برای چی اینقدر الله تعالی خون دوست می‌دارد؟ خونریزی دوست می‌دارد؟ نعوذ بالله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نه گوشتش به الله میرسد نه خونش. الله تعالی طعام نمیخوره بلکه طعام میده. الله تعالی محتاج نیست. الله الصمد. الله تعالی به هیچ چیز محتاج نیست. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چیزی به الله تعالی برابر نیست. الله تعالی حاجت نداره. این گوشت های قربانی شما، خون های شما به الله تعالی نمیرسد. یگانه چیزی که از این قربانی حاصل میشه این تقوای شما، پرهیزگاری شما. الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام رو امر کرد که فرزندشون رو قربانی کنن. حالی بله دشمنای اسلام همین هم مسخره کردیان. بدبخت آخر الله تعالی مگر امر کرد لیکن اجازت نداد که کشتنه. وقتی که حضرت ابراهیم کار تنس کردن و به سری اسماعیل ماندن، اگرچه مثال در سن 86 سالگی این فرزنددار شدن. 86 سال فرزند نداشتن. بعد 86 سال الله تعالی به اسماعیل داد، نه به بلاغت رسید که الله تعالی به کشتنش امر کرد. امتحان. وقتی که کشتنی شدن کار نبرید. این کارد و این آتش و این آب این الله آفریده است. اینا وظیفه فیزیکی خودش اجرا نمیکنه در کار شود. برای چی؟ برای اطاعت الله میکند اینا. حضرت ابراهیم مشرکا، کافرها، دشمنای اسلام به آتش پرداختند. الله تعالی گفت که یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش خنک و سلامت شو بر ابراهیم. آتش نسوزاند. حضرت موسی وقتی که بحر در آمدن، بحر کالطود العظیم مانند دو کوهی عظیم شد. قاعده فیزیکی خودش رو ویران کرد. آب مانند سنگ شد. از مابینش گذشتن. وقتی که فرعون در آمد آب الله تعالی امر کرد که به حالت اصلیش برگرد. کار به الله تعالی امر کرد که گلوی حضرت اسماعیل نبرید. بعد الله تعالی گفت که قد صدقت الرؤیا. تو گفت وظیفت اجرا کردی، به خوابت عمل کردی، تو از امتحان گذشتی. الله تعالی چند مراتب حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان کرد. فاتمهن. حضرت ابراهیم از امتحان ها گذشتن. الله تعالی هیچگاه نمیخواهد که یگان آدم بچه قربانی کند. یگان کس الله تعالی امر نکرده است که فرزندش کشد. بنی حضرت ابراهیم امر کرد فقط برای سنجش بود. وقتی که از سنجش گذشتن نکش گفت. همینه گرفتن گویا الله این دین بینید که آدم فرزندش باید قربانی کنه. بدبخت توی کی گفته از بچه تا قربانی کن گفته؟ همه اسماعیل هم الله تعالی قربانی کن فقط با مقصد امتحان بود که همین ابراهیم سخن الله اجرا میکند یا محبت عاطفیش که برای فرزندش هر یک پدر دارد تمام غلبه میکند. لازم بود، آسان نبود، لیکن از امتحان گذشتم. بنابراین برادرای عزیز، وقتی که شما نام خودتون رو میگیرید، نام پدرتون رو میگیرید، نام الله تعالی بسم الله الله اکبر گفته این گوسفند رو میکشید، مقصد شریعت در همین است که شما اطاعت کنید. اما فربه بودنش مستحب است، خوب است.